این ترفند نجاتت میده. اگر اهل مسافرتی یا مسافرت‌های یهویی برات پیش میاد یا اهل کمپ کردن هستی، کافیه پد نوار بهداشتی رو برداری، بگیریش زیر شیر آب و بذاری داخلش پر از آب بشه. نوار بهداشتی آب زیادی رو داخل خودش جا میده. این ترفند برای الان که گرمه و تابستونه خیلی عالیه. بعد از اینکه نوار بهداشتی ها رو زیر شیر آب گرفتی، کافیه یه سینی برداری و نوار بهداشتی ها رو دونه دونه کنار هم قرار بدی. بعدش بذار داخل فریزر تا یخ بزنه. وقتی یخ زد، نوار بهداشتی رو از داخل فریزر در بیار و لابلای مواد غذاییت بچین. اینجوری مواد غذایی دیگه آسیب نمیبینه و فاسد نمیشه وقتی توی مسیر هستی. نوار بهداشتی علاوه بر اینکه آب زیادی تو خودش نگه میداره، آب رو پس نمیده. برای همین یه نگهدارنده عالی برای غذاهات محسوب میشه. مرسی که تا اینجا همراه زن امروزی بودی. ممنون میشم این پست رو لایک کنی و اگر دوست داشتی که ترفندهای بیشتری ببینی، حتما کانال ما رو سابسکرایب کن. عاشقتونم.